غیر ممکن یعنی چی عزیزان؟ هیچ چیز. هر چیز ممکن است. ما هر روز کسانی رو میبینیم که از هیچ چیز شروع کردند. کسانی که با جیب خالی شروع کردند ولی قبل از مرگشان یک دنیای برای آنها بود که آنها میتوانستند از خیلی وقت پیش ببینند که دقیقاً چی میخواهند. اگر چیزی را بتوانی در ذهن تصور کنی، در واقعیت هم میتوانی عملیش کنی. اگر کسی قبلا توانست به دستش بیارد، فراموش نکن تو هم میتوانی به دستش بیاری. چیزی را دنبالش هستی، قطعا قبلا کسی توانسته است که به دستش بیارد. یک جای در این سیاره بزرگ البته. داستانش را پیدا نما، از رویش مدل سازی کن و بعد بهتر از آن شو. رنگ پوست و مکان تولد اصلا مهم نیست. محدودیت های خانواده و دوستانت اهمیت ندارند. تنها چیزی که مهم است این خودت هستی و چیزی که باور داری ممکن است عملی گردد. پس مطمئن شو که همه چیز در این دنیا ممکن است. هر چیز ممکن است فقط به شرطی که به خودت باور داشته باشی. اگر از آن گروه آدمان منفی هستی که میگویند هر چیز ممکن است، همین برای تو تبدیل به واقعیت می شود. اگر باور داری که برای رسیدن به هدفهایت محدودیت داری، با بهانه آوردن فرصت را محدود میکنی. با بهانه مثل مکان تولد، مثل نبودن دارایی و یا ثروت و یا مبلغ. این محدودیت ها وقت می شوند که تو هیچ کار بیرون از محدودیت ذهنیت نکنی. کسی که باور دارد همه چیز ممکن است. هر کار امتحان می کند. برای کارهای بزرگ تلاش می کند. هر ریسکی را انجام می دهد تا آدمی معمولی نباشد. حتی اگر به هدف نمی رسند هم از کسانی که تلاش نکردند پیشرفت‌تر هستند. وقتی به خود باور داری هر چیز ممکن است. خیلی ها از هیچ به چیزهای بزرگ رسیدند. از ناامیدی به بزرگی رسیدند. به یگان کمک توانستند میراث از خودشان به جای گذارند. اگر آنها توانستند پس یقینا تو هم میتوانی، به شرطی که به خودت باور داشته باشی. باور داشتن به این که همه چیزی ممکن یک طرف موضوع است، رسیدن به چیزهای شگفت‌انگیز طرف دیگر. پس آماده شو و برنامه ریزی کن. هدفهایت را برنامه ریزی کن. وقتی از شکست ها خسته می شوی ادامه بده، تلاش کن و درس بگیر. هر کسی که دنبال چیزی بزرگ است شکست را تجربه می کند، ولی باید ادامه داد. برنامه‌ات را بهتر و قوی‌تر نما. هر چیز ممکن است. هر چیز ممکن است. باور کنید هر چیز ممکن است. تصورات زشت را در ذهن تغییر بده. تصورات زشت را در ذهن تغییر بده. چی طور جرأت میکنی به خود بگویی نمیتوانم، در حالی که ذاتاً استعدادش را داری. تو با هدف به دنیا آمدی. تو با فرصت هر روز برای بهتر شدن به دنیا آمدی. ببین، نگران چیزهایی هستی که نداری و نگران حرفایی هستی که به تو میزنند. ولی اگر چیزی را بسازی، بقیه چیزها خودشان بزرگ میشوند و تو عاشق آنها میشوی و رشد میکنی. قدر چیزهای کوچک را که در قلبت بزرگ هستند بدان و ببین که بزرگ بودنها خودشان خلق میشوند. هر چیز ممکن است. باور داشته باش که میتوانی کارهای بزرگ در زندگیت انجام دهی، ولی چیزهای بزرگ فراموش نکن زمان خلق میشوند که ایمان داشته باشی. پس دست به کار شو. هر چیز ممکن است.